امروز صبح گندم اومد پیشم با یه نقشه گنج که خودش کشیده بودش. نقشه رو کامل واسم توضیح داد و ما راه افتادیم رفتیم به سمت گنج. راههای پرخطری داشت. بیشتر مسیری که رفتیم جادهش خاکی بود چون مجبور بودیم از روی نقشه بریم تا رسیدیم به یه جایی که خیلی خطرناک بود، ولی خب گفت گنج 100% اینجاست و بعد حتما این راه رو با هم دیگه دوتامون بریم. منم قبول کردم، با هم دیگه رفتیم. تو راه خیلی خوشحال بود از اینکه این تجربه رو داره کسب میکنه. منم خیلی بهم خوش گذشت چون آرزوی بچگی خودم هم بود. تو راه همش توضیح میداد، نقشه رو در می آورد، چکش میکرد و ما شروع میکردیم به رفتن سمت گنج و در آخر چاه آرزوها رو پیدا کردیم. واسم توضیح داد که این چاه آرزوهاست و هر آرزویی کنیم تو این چاه برآورده میشه. فقط باید این چاه رو پر شن کنیم. شروع کردیم به جمع کردن شنای اطراف چاه که چاه رو با اون شنا پر کنیم و گنج رو پیدا کردیم. یه سکه پیدا کردیم. خیلی خوشحال شدیم چون گنج واقعی اینا بود از نظر گندم. دوباره شروع کردیم به کندن. اطراف چاه رو کامل کندیم، ولی خب خیلی سخت پیدا میشد. باید خیلی میگشتیم. همینجور که داشتیم میگشتیم چاله رو پر کنیم و دوباره ما سکه پیدا کردیم. همینجور چاه رو پر میکردیم، دوباره شن میآوردیم، دوباره پر میکردیم. همه این کارا رو بستی عجله انجام میدادیم تا قبل از که کسی ببینمون، چون ممکن بود کسی گنجمون رو ببره. این خیلی حساس بود. و دوباره سکه پیدا کردیم. گندم ولی این دفعه زیاد خوشحال نشد از سکه چون قرمز بودن. دوست داشت سکه هایی که پیدا میکنیم زرد باشن. متاسفانه اینا قرمز بودن. امروز خیلی به من و گندم خوش گذشت. حتما این تجربه